4 تا از این 5 تا تو خط دفاع دروازه‌بان هستند. هادی نوروزی سانت روی دروازه یک ضربه است و چه گل خوبی زدن. زیبا برای بازیکن پرسپولیس در همین ابتدای کار. علیپور حساب کار رو 1-0 میکنه. چقدر خوب سانت شد روی دروازه. یه باری با هم نگاه میکنیم در سمت راست، اینجا هادی نوروزی بدون معطل توپ سانت کرده، خوب و شجاعانه رفت سمت توپ. پرسپولیسیا نمیدونم تو ورزشگاه هست یا نه. بنکستون که اومده تو ورزشگاه بازی رو تماشا میکنه از نزدیک، حالا تصویرش حتما همکارا میدن. یک سانت خوب روی دروازه، تیر دروازه بازی میکنه. بازی که دقیقه 62 0-0 مساویه. یه حرکت خوب بازیکن پدیده از سمت راست توپو جلو میبره. موقع ارسال توپ سانت خوب روی دروازه، یه موقعیت چه دفاع خوبی کردن. توپ بعدی سرگردان و گل مساوی رو میذاره تیم پدیده. شاکری حساب کار 1-1 مساوی میکنه. این ضربه است که هندم نبود، میگفتن هند پنالتی بوده که نبود. این توپ بعدی است، توپ داشت میرفت اون سمت که شاکری از راه رسید و در دهانه دروازه حساب کار 1-1 مساوی شد. ضربه بادامکی 2 بار سایه توپو زد. محسن بنگی با توپ بین پاش رد شد، دفعه دوم سایه توپو زد و در نهایت توپ در درون دروازه قرار میگیره. این فصل عیار او و تیم پرسپولیس معلوم خواهد شد. خیلی میگفتن شاید نقل انتقالات این تیم ایدئال نبوده، طول فصل نشون بده که وضعیت به چه ترتیبی بوده. سانت روی دروازه، این ضربه است. گل دوم میزنه بادامکی، اصلا هم خوشحالی نمیکنه. 2-1 میشه حساب کار. بازیکن سابق پرسپولیس، در واقع هر دو بازیکن سابق پرسپولیس گل زدن. محسن یوسفی و این ضربه سر از بادامکی که حساب کار رو 2-1 تصویر اول یه بار دیگه ببینید آفساید بودن و نبودنش کامل مشخص میشه. کاپیتان بادامکی حساب کار 2-1 دستش هم میگیره بالا که میگه من خوشحالی نمیخوام بکنم با هم. این اصلا آفساید نبود. بنگر ضربه سر رو میزنه، موقعیت و نمیتونه ضربه رو به سمت دروازه به شکلی بزنه که گل بشه. هادی نوروزی میتونست بهتر از این توپ استفاده کنه. یه حرکت عالی از بادامکی، ضربه رو میزنه و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. خود علیپور، هادی نوروزی، این سم رامین رضاییان اضافه شده. ضربه از راه دور، چه گلی زد هادی نوروزی. حساب کار 2-2 میشه. فوق‌العاده دیدنی بود. حرکتش چقدر خوب زد. یه شوت محکم زیرتاقی. به یک بار تصمیم گرفت ضربه رو بزنه. در شرایط عادی نباید ضربه میزد، باید پاس میداد. کلی بازیکن دور و برش بودن. ناگهان اینور علیپور داشت میرفت، اونور رامین رضاییان رفت، یه دفعه این شوتر رو اینجوری زد. خوب داره بازی میکنه میلاد کمندانی. فرشاد احمدزاده، پاس خوب برای علیپور در مقابل دروازه، خوب زد، ضربه‌شو از کنار دروازه بیرون رفت. ابوالحسن جعفری یه موقع یه قیچی قشنگ و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه خیری. بلافاصله بازی رو شروع میکنه. با هم نگاه میکنیم توپ بدین شکل زده شد توسط بابک حاتمی. یه باز خوبه سمت مقابل. فرشاد احمدزاده در توپ حرکت میکنه. فرشاد احمدزاده و شوت زمینی او که روشنگر. یوسفی از بازی بیرون رفت. دوباره سانت روی دروازه بلند هست. بنگر ضربه یه سر رو میزنه و توپی از کنار دروازه به بیرون میره. شروع مجددش خوب نیست. حالا موقع در بازیکن پرسپولیس این ضربه عجله کرد. خالقی فهم میتونست توپو جلوتر هم ببره. خبری از اسپری هم نیست توی ورزشگاه آزادی. ضربه زده میشه و توپ از بالای دروازه بیرون میره. از بال در واقع خوبم ضربه زده شد. صادقم رفت سمتش.